شب 27 و 28 فوریه 6 عضو یک خانواده بر اثر زهرآلودشوی از گاز انگشت به هلاکت رسیدند. طوری به آژانس اطلاعات آسیا پلوس از کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر دادند فاجعه در یک خانه شخصی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه رخ داده است. پدر این خانواده 38 ساله، مادر 37 ساله، فرزندانش 11، 9، 8 و 6 ساله بودند. خبر می‌دهد ریاست. بنا به اطلاع بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه فردوسی، این خانواده با استفاده از انگشت خانه‌شان را گرم می‌کردند. جسدهای خانواده را تنها نصف روزی 28 فوریه همسایه‌ها پیدا کرده به مقامات‌های دخلدار خبر دادند. مشکلان است که کودکان ما می‌میرند، از خنکی لرزیده می‌میرند. مشکلان است که عین حال پدران با خواطری آن که مبادا یگان کودکشان از خنکی نمیرد تمام کرپه و بالشت داشته خود را بالای فرزند خود میپرتایند و شب را در تار سری فرزندان خود روز میکنند. در شبکه‌های اجتماعی مردم خشمگین مقامات کشور را در این حادثه متهم می‌کنند، زیرا ضرورت گرمدهی با انگشت به دلیل قطع پیوسته برق در فصل زمستان به میان می‌آید. برق تاجیک: مرگ این خانواده در وجدان شماست. کم شدن سطح آب در نیروگاه برقی آبی بهانه نیست. دلیل‌ها یا گزارش‌های لابراتوری شما درباره کم شدن سطح آب در کجایند؟ می‌نویسد کاربر فرخ فرید. ما در دوشنبه زندگی داریم، در اگه ناحیه دوردست باشه میگن که ما در قشلاقیم، نه که خیلی دوشنبه شدی. لیمیت خود 5 روز زیاد شد که لیمیت داریم. هر روز میکشن ما را، هر روز. در تاجیکستان هر زمستان بخصوص شبانه وقتی که مردم بیشتر به نیروی برق احتیاج دارد قطع‌شوی رخ می‌دهد. در کشور چقدر نیروگاه‌های برقی بنیاد گردد هم و همون چی وعده‌ها دهد هم اهالی کشور مجبورند در شرایط ابتدایی زندگی نمایند. خوراک را در آتش پخته و آن گرم می‌شوند. چنین وضع اندوهگین دیگر در هیچ منطقه آسیا مرکزی وجود ندارد. هرچند کشورهایی هستند که منابع طبیعی و امکانات از تاجیکستان دیده و مراتب کمتر است. تعجب آور این است که تاجیکستان صادرکننده نیروی برق به افغانستان و ازبکستان است، از جمله در فصل زمستان. ولی در دهات باشد در یک شبانه روز 5-6 ساعت برق می‌دهند. در این باره بلاگ‌نویسی تاجیک عبدالله عباسов اظهار نظر کرده است. زنگ میزنه میگن که خیلی اول شدگی این شدگی و شدگی خیلی چی بهونه میشه ده. یادداشت میکنیم که تاجیکستان در فصل زمستان صادرات نیروی برق را به طور قابل ملاحظه افزایش داد. مثلا خدمات آماری تاجیکستان خبر داده است که تنها در ماه نوامبر سال 2023 به مبلغ بیش از 1.9 میلیون دلار نیروی برق صادر شده است که نسبت به همین ماه سال گذشته 46% زیاد می باشد. گذشته از این جمعیت سهامی گشوده برق تاجیک قبلا گفته بود که نیروی برق به ازبکستان تنها در فصل تابستان صادر می شود و انتقال نیروی برق به افغانستان در موسم تیر ماه و زمستان تنها به خاطر حفظ انفراساختار به مقدار کم انتقال داده می شود. اگر ما برق نداشته باشیم، تاجیکستان برق نداشته باشه، ما خاموشم، همه ما خاموش میستیم، میگیم که ها برق نیست. اما میبخشید تاجیکستان برق استحصال میکنه. دیگر سال 96 نه برق استحصال میکنه.